سلام، به کانال فارسی زبان خوش اومدین. این برنامه راهنمای شماست برای موفقیت در آزمون شهروندی آمریکا. ما اینجا هستیم تا به شما فارسی زبان‌های عزیز کمک کنیم قدم به قدم برای این آزمون مهم آماده بشید و با اعتماد به نفس کامل موفق بشید. خب، بریم سر اصل مطلب. امروز می‌خوایم روی یه سوال خیلی مهم از آزمون رسمی شهروندی تمرکز کنیم. سوال شماره 86. آماده اید که این سوال رو با هم زیر و رو کنیم و کامل یادش بگیریم؟ بسیار خوب، بیایید نگاهی بندازیم به خود سوال رسمی. این دقیقاً همون چیزیه که روز امتحان از شما پرسیده میشه. حالا خوب به تلفظش گوش کنید. من اول یه بار خیلی آروم و شمرده میخونم تا با کلماتش آشنا بشید. George Washington is famous for many things. Name one. و حالا یک بار دیگه، این دفعه با سرعت طبیعی‌تر، همون جوری که ممکنه توی مصاحبه ازتون بپرسن. George Washington is famous for many things. Name one. معنی سوال اینه که جورج واشنگتن به خاطر چیزهای زیادی مشهوره. یکی از اونها رو نام ببرید. عالیه. حالا بریم ببینیم چه جوابهایی رو اداره مهاجرت آمریکا یا همون USCIS به عنوان پاسخ صحیح قبول میکنه. 4 تا جواب درست وجود داره. من تک تکشون رو آروم میخونم. یادتون باشه شما فقط و فقط به یکی از اینها احتیاج دارید. جواب اول Father of our country. جواب دوم First President of the United States. جواب سوم General of the Continental Army. و جواب چهارم President of the Constitutional Convention. ببینید، نکته کلیدی دقیقاً همینه. اصلا خودتون رو نگران نکنید که هر 4 تا رو حفظ کنید. فقط کافیه یکی رو که براتون از همه راحت‌تر انتخاب کنید و همون رو به ذهنتون بسپارید. همین یه جواب برای قبول شدن توی این سوال کافیه. برای اینکه جواب‌ها خیلی بهتر توی ذهنتون بمونه، بیایید معنی چند تا کلمه کلیدی رو با هم مرور کنیم. وقتی معنی کلمات رو بدونید، خب حفظ کردنشون خیلی راحت‌تر میشه. اولین کلمه famous است. این کلمه یعنی معروف یا مشهور. یعنی کسی که خیلی‌ها میشناسنش. عبارت بعدی هست Father of our country. این یه لقب برای جورج واشنگتن که معنیش میشه پدر کشور ما. این لقب رو به خاطر نقش فوق‌العاده مهم و پایه‌ای که در بنیانگذاری آمریکا داشته بهش دادن. خب، حالا میرسیم به این عبارت General of the Continental Army. این یعنی ژنرال ارتش قاره‌ای. در واقع جورج واشنگتن فرمانده کل نیروهای آمریکایی در طول جنگ انقلاب بود. پس این جواب به رهبری نظامی برجستش اشاره داره. و عبارت آخر Constitutional Convention معنیش میشه کنوانسیون قانون اساسی. این به اون جلسه خیلی مهم تاریخی توی سال 1787 اشاره داره که توش قانون اساسی آمریکا نوشته شد و جورج واشنگتن رئیس اون جلسه بود. شاید از خودتون بپرسید که اصلاً چرا این سوال توی آزمون شهروندی هست؟ خب، دلیلش اینه که این سوال فقط یه حقیقت تاریخی ساده نیست، بلکه به شما کمک میکنه تا پایه‌های شکل‌گیری ایالات متحده رو بهتر درک کنید. یادتون باشه جورج واشنگتن یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شخصیت‌ها توی کل تاریخ آمریکاست. دونستن در مورد اون واقعاً برای فهمیدن ریشه‌های این کشور خیلی ضروریه. جالبه بدونید هر کدوم از اون 4 تا جواب به یکی از نقش‌های کلیدی واشنگتن اشاره میکنه. نقش اون به عنوان بنیانگذار، اولین رئیس جمهور، فرمانده ارتش و رئیس تدوین قانون اساسی. هر جواب یه تیکه از پازل میراث بزرگ اونه. بسیار خوب، حالا بریم سراغ بخش عملی کار. میخوام یه روش خیلی ساده ولی مؤثر بهتون یاد بدم تا جواب این سوال رو راحت حفظ کنید و روز امتحان با خیال راحت جواب بدید. فقط کافیه این 3 تا مرحله ساده رو انجام بدید. اول، اون جوابی رو که فکر میکنید تلفظش و یادآوریش براتون از همه راحت تره انتخاب کنید. دوم، همون جواب رو 5 بار با صدای بلند برای خودتون تکرار کنید. و سوم، همون جواب رو 3 بار روی یه تیکه کاغذ بنویسید. این روش واقعاً به حافظتون کمک میکنه. یه پیشنهادم براتون دارم. خیلی از متقاضی‌ها جواب First President of the United States رو انتخاب میکنن، یعنی اولین رئیس جمهور ایالات متحده، چون هم خیلی ساده است و هم راحت توی ذهن میمونه. شاید این برای شما هم انتخاب خوبی باشه. بسیار عالی. خب، به آخر بررسی این سوال رسیدیم. بیایید یه جمع‌بندی سریع بکنیم و ببینیم قدم بعدیمون چیه.
بهتون تبریک میگم. شما الان هر چیزی که لازم بود رو در مورد سوال 86 آزمون شهروندی یاد گرفتید. با همون تمرین کوچیکی که گفتم، این سوال دیگه هیچ چالشی براتون نخواهد داشت. اگه این برنامه براتون مفید بود، لطفاً کانال فارسی زبان رو سابسکرایب کنید تا تحلیلای بعدی ما برای بقیه سوالات رو از دست ندید. و در آخر، اگه این برنامه رو دوست داشتید، با لایک کردنش از ما حمایت کنید و برای تحلیل بعدی ما که در اون به سراغ سوال شماره 87 میریم آماده بشید. منتظرتون هستیم.